چه رهبر پای بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر پای بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر یه حرف ساده که تموم حرفه یه بغض کهنه که عمیق و ژرفه برای آدم ها سرود باور برای دیکتاتورها وحشت آور پای بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر پای بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر یه سرزمین سرود آشنایی پر از صدای روشن رهایی یه سرزمین میونه خون و خنجر میخونه از همیشه پرتوان‌تر پای بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر پای بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر کوچه رو از خشم شبانه پر کن وطن رو از نور و ترانه پر کن مردم ما نبد میخوان نبدتر جهان بیا بشنو حرف آخر برای آزادی و پرکشیدن برای شوق رفتن و رسیدن برای لاله های سرخ پرپر به جنگ عاشقانه ای دلاور پای بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر پای بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی تک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش بسته من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما سنگری من دردی ما دردی یکا تا مرگی بیداد و ستم دست من لناو دستی یکا هاوره و هاو سنگری من دردی ما دردی یکا تا مرگی بیداد و ستم دست من لناو دستی یکا پیروز ریگای من و تو پر لهیوا پر لا اوین لا شقمو لا مدرسه دژبە تاریکی دەوەستین ئاکامی ڕێگای من و تۆ پاراستنی ناسنامەیە چاورەیە سیری و نەزانی ئامانجی بەرزی ئێمەیە یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
تسمع بكفي كل اللي صار القوة هي اللي بتوقع وقفت في وش الأفكار هالدنيا بتساع الكل وحدة الحقيقة بتضل وهالدنيا بتساع الكل وحدة الحقيقة بتضل وإذا بدك منلاقي الحل لولا منفكر سوا وأنا بتنفس ما تقطع ولا تسيرها أحسن ما نوقع سوا صوت الحرية بيبقى أعلى من كل الأصوات مهما تعصف ريح الظلم يغطي الليل المسافات ما فيك. درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. انقلاب بزرگ مردم ایران امروز هم با قدرت هرچه بیشتری ادامه داشت. زنان، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان و مردم دلیر و شجاع در سراسر ایران به شیوه‌های مختلف دست به تجمع زده و خشم و انزجار خودشون رو به شیوه‌های مختلف و با سر دادن شعارهایی از جمله مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، هر یه نفر کشته شه 1000 نفر کشته شه، مرگ بر دیکتاتور، حسین شعارتون، جنایت افتخارتون، مرگ بر تیرانداز، چه تو مشهد چه شیراز، از کردستان تا تبریز، فقر و فساد و تبعیض و زن، زندگی، آزادی با صدای رسا فریاد کشیدند. در این بین کارگران از جمله کارگران فولاد کرمان هم دست به اعتصاب زدند. همین الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم مردم در شهرهای سنندج، کوه‌دشت لرستان، مهاباد، کاندینار مریوان و بیشتر شهرهای ایران در خیابون‌ها هستند. در برنامه امروز پخش زنده ویژه پوشش اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران همراه هستیم با رفیق گرامی علی پیچگاه، عضو کمیته اعتصاب شرکت نفت و یکی از رهبران سرشناس جنبش کارگری ایران در سال 57 و همچنین سخنگوی کارکنان شرکت نفت در همین سال که با کمال خوشحالی در این برنامه از تجربیات گرانبهای ایشان استفاده خواهیم کرد. رفیق علی گرامی سلام و درود، خیلی خوش اومدید به این برنامه. خوشحالم که در خدمت شما هستم. رفیق علی رفیق علی بله، متاسفانه مثل این که تماس ما با رفیق علی دچار مشکل شده. شما بینندگان عزیز از طریق شماره تلفنی که در صفحه تلویزیونتون پایین صفحه تلویزیونتون حک شده میتونید در طول شبانه روز از طریق تلگرام تصاویر، ویدیوها و پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. آخرین تصاویری که شما عزیزان فرستادید رو می‌بینیم، برمیگردیم. حسین شعارتون، جنایت افتخارتون، 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 حسین شعارتون، نمیخوای حکومت رکشکش، نمیخوای حکومت رکشکش، نمیخوای حکومت رکشکش، نمیخوای حکومت رکشکش، نمیخوای
بله بینندگان عزیز، درودهای دوباره من رو پذیرا باشید. مثل اینکه مشکل ما با رفیق علی پیچگاه حل شد. رفیق علی صدای منو دارید؟ خب رفیق ببخشید. سلام از ماست. ببخشید که خورده بچه ساعت ما با ساعت شما فرق میکنه. خورده من این نمیدونستم، برای همین من یک ساعت دیگه میخواستم منتظر باشم. در حال ببخشید. بله رفیق علی گرامی، خیلی خوشحالم که در این برنامه حضور دارید و خیلی ازتون متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم، خیلی متشکرم که لطف کردین منو دعوت کردین. در حال خیلی سپاسگزارم. وقتی دعوت میکنین یعنی ما رو قبول دارین دیگه. در حال خیلی متشکرم. خدمت همه شنوندگان و بینندگان سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید رفیق علی. با توجه خب به اینکه من شما رو کامل معرفی کردم، شما در بطن انقلاب سال 57 حضور داشتید در میان کارگران صنعت نفت. میخواستم شرایط اکنونی که حال حاضر در ایران هستش با شرایط دوره انقلاب سال 57 رو با هم مقایسه ای داشته باشیم. در این دو شرایط چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارن؟ صحبت کنم، چون به خصوصی که کارکنان نفت
امیدوارم بهش باشن. برای اینکه همین الان چند روز پیش پالایشگاه تهران یه تعدادی اومدن اعتراض کردن، در پالایشگاه وایساده بودن نمیرفتن تو، بعد می‌خواستن شروع کنن برای اعتراض، ولی خب بقیه نیومدن همکاری کنن. برای همین شیوه هایی که ما به کار برده بودیم یه خورده فرق می‌کنه. این شکلش این بود که همیشه همینجوری خیلی سخته که بتونی تو همه کارکنان رو به اعتصاب بکشونی، به اعتراض بکشونی. البته میگم کلمه کارکنان میگم به این دلیلی که تمام اونایی که در کارهای تولید نفت، تولید بنزین، تولید تصفیه آب بخار، تولید برق، همینا داخل دارن اسمشون از کارمند، چون کارمندا حق تشکل نداشتن دورشا. بعد برای همین که فقط کارگرها حق تشکلش حق داشتن، سندیکا داشتن و این کارگران فقط تعمیرات هستن، برای تعمیر کردن نفت تعدادش خیلی کمه. بعد برای همین ما کلمه کارکنان رو به کار میبرم به همین دلیل که ما تو مقطع اعتصاب به خاطر که این چیز رو از بین ببریم کلمه کارکنان رو به کار بردیم، کلمه کارمند و کارگر دیگه به کار نمی بردیم، فقط به خاطر که همه بگیم با هم هستیم. منتها شکل کار اون موقع ما که شروع کرد، الان اینایی که شروع کرده دارم بخوام اون شکل اون موقع رو خدمتتون عرض کنم، شاید به گوش کارکنان برسن یه خورده دقت بکنن. ما هر پالایشگاهی رستوران داره، رستوران کارمندان و رستوران کارگری داره. بعد ما به خاطر که این اتفاقات از بین، بعد به خاطر که همه رو بتونیم جمع بکنیم اومدیم اون 4-5-6 نفر بودیم که مخفی با هم دیگه رو میشناختیم، با هم دیگه صحبت میکردیم، گپ و گفتگو میکردیم. بعد میرفتیم توی همون رستوران قسمت آشپزخونه‌اش، اونجا میشستیم کسی ما رو زیاد نبینه. بعد اونجا گپ و گفتگو میکردیم که تصمیم بر این شد که شروعش این شد که این کارگرها و همه کارکنان زمانی که تو رستوران در حال غذاخوری هستن موقع نهار، بعد همه اونجا جمع بشیم، یکی من یکی اون یکی اینور اون گوشه وای بایستیم و شعار بدیم تا بتونیم دیگه کارکنان رو به جمع اعتراضات بکشونیم. بعد خب بد نبود، موفق بود، ولی بعد تصمیم گرفتیم که همین اونجا به همه گفتیم که الان باید بریم دور پالایشگاه دور بزنیم و اعتراضمون رو بلند کنیم و بگیم. بعد تو دور پالایشگاه دور زدیم تا چیکار کنیم، هدف ما این بود که همه رو بکشونیم به اعتصاب. بعد پالایشگاه اینجوری دیگه، اگر یک نفر کار نکنه، یک نفر 2 نفر کار بکنن، پالایشگاه تا 4-5-6 ماه خودش میتونه بگرده، بعد خراب میشه از بین میره. ولی در حال ما بخاطر که همه رو بتونیم به اعتصاب بکشونیم، به اعتراض بکشونیم، اون موقع سوال اعتصاب نبود، اعتراض بکشونیم، اینی که گفت که دور پالایشگاه دور بزنیم، بعد شعار بدیم تا بتونیم جمع کنیم. همینطور کردیم. بعد در حال خیلی مهم بود که بقیه رو با خودمون کشوندیم. بعد از اونجا اینا رو بردیم با هم رفتیم همه اداره مرکزی، البته اداره مرکزی نفت تهران رو صحبت کنم. من تو پالایشگاه تهران کار میکردم، بیشتر در مورد پالایشگاه تهران دست می‌زدم. بعد اونجا اداره مرکزی جمع شدیم و با هم روز اول که رفته بودیم به طرف ما تیراندازی کردن. همیشه همه جا بود دیگه، ساواک بود دیگه، زود به اینا خبر دادن حتما. بعد حتی 2 نفر زخمی هم شدن ولی خب کسی نمرد. دوباره برگشتیم به سر صدا با اینا، دوباره فرداش دوباره رفتیم. همه این کارا به خاطر که جمع‌تر کنیم. بعد اداره مرکزی وزیر نفت زندگی میکرد که کار میکرد. بعد اونجا روز دومش که دیگه این دفعه رفتیم با خشم و چیز، بعد کسی هم نبود دیگه روی تیراندازی کنه جلومون رو بگیره. در حال رفتیم توی اداره مرکزی، یه مقداری چیزی بود که من شروع کردم به خوندن قطعنامه کارکنان پالایشگاه. بعد اونجا قطعنامه خودم بود. در حین قطعنامه 1-2 نفر اومده بودن که منو بگیرن یا قطعنامه رو پاره کنن. در حال خوشبختانه 3-4 تا از این همکارا که
اونجا بودن خب خیلی جا همه بودیم، ولی 3-4 تا که دور بر من بودن اونا این یارو رو آقا رو گرفتند و بعد نذاشتن که جلو منو بگیرن یا قطع خوندن منو قطع کنن و هم من ادامه دادم. در حال این شکل کار ما بود که خیلی مهمه که این کارکنان امروز بدونن. اول این مبارزینی که چند روز پیش جلوی پالایشگاه جمع شدن، بهترین شکلی که جلوی توی رستوران میرفتن همه رو متحد بکنن، برای همین نتونستن که ادامه بدن، بعد اونجور متحد کنن، دور بزنن، بعد حرکت‌های اعتراضی رو همه، چون عرض کردم که خیلی ها هستن که میترسن هستن با که مخالف 100% حکومت اسلامی هستن، ولی میترسن که نکنه موفق نشن اخراج بشن. در صورتی که کارکنان نفر که همه با هم متحد باشن بعد شروع کنن مطمئنا پیروز میشن، چون اینا تمام دزدی دمزدیشون از پول نفت دیگه، بنابراین دیگه خیلی راحت میتونن موفق باشن و پیروز بشن. من توصیهم اینه که اگر کارکنان گوش میکنن اینه که این شیوه خوبه. ما حتی شکست خوردیم، یکی از دلایلش این بود که میتونم اینا رو هم بگم، یکی از دلایلش بود که وقتی که اعتراض کردیم و اعتصاب کردیم و بعد اومدیم دانشگاه تهران، اونجا خود من باز خطنامه خونده بودم، حمایت کردیم از اونها موقعی، بعد اومدیم اسم کمیته موقع بود کمیته فقط، بعد اسم کمیته رو گذاشتیم کمیته اعتصاب که چی 48 ساعت فقط نشستیم اونجا تو رستوران، خوردیم و خوابیدیم و هیچ کس کاری نمی‌کرد، بعد که همه تشویق بشن بیان، بعد از 48 ساعت اعتصاب شروع کردیم. در حال اگه بخوام همه رو توضیح بدم خیلی وقت میگیره، بنابراین بخاطر که خیلی خلاصه بشه، ما یکی از کارهایمون همین بود که تو خیابون‌های تهران دور بزنیم، حرکت کنیم، بعد از مردم حمایت کنیم، بعد از دانشجوها حمایت کنیم. بعد اشتباهی که مقاسمه که ما عرض کردم داشتیم، وقتی که اعتصاب کردیم و بعد اومدیم با دیدی پیروز شدیم، نمی‌دونستیم که الان چیکار باید بکنیم. برای همین این برای اون برای 2-3 ماه طول کشید تا اومدیم شورا رو به وجود آوردیم. یعنی اونم از چپ ها بود، اخبارش به ما رسیده بود. بعد حالا در حال از طریق چپ ها ما این نکات رو فهمیده بودیم که با شورا درست کردیم. شورا درست کردیم که بعد از اینکه 2 سال ادامهش متاسفانه، حتی من یادم کردستان که موقع بگیر و بزن بود، ما اومدیم اعتراض کردیم، شورا اومدیم اعتراض کرد، ولی فوراً شروع کردن که به ما اعلام خطر دادن. و حتی یکی از نگهبانا که با هم آشنا بودیم، دوست بودیم، اومد به من یادش گفت علی در مورد کردها و اطلاعی ها و اینا رو پخش نکن، چون بیشتر سخنرانی نکن، چون برای حتی اینا بعضی انقلاب بودن مرز میکنم، تو شورا بودیم، نماینده شورا بودیم، بر تو دستور تیر اومده. یعنی تا این اندازه چیز کرده بودن دیگه، در حال موضع‌گیری کرده بودن با ما، بس که ما اینقدر آگاهی نشدیم که اصلا وقتی که کلمه سپاه پوجا بودیم هم موقع اعتراض میکردیم، اعتصاب میکردیم، ما تو باور نداشتیم، حالا هر چی آگاهی خوبی نداشتیم. اینی که الان من توصیهم اینه که کارکنان نفت بهترین شکل اینه که اعتصاب بکنن، پیروز هم بشن، بعد هم بتونن یه حکومت شورایی درست کنن. همین مجلسی که الان هست این بی عزمه ببرن، مجلس قبلی که بود اونا از چون همش پولدارا هستن و نوکرای دولت هستن میرن تو مجلس میشن، و در صورتی که اون موقع ما اگر اینقدر عقل داشتیم میبایست چه میکردیم نماینده های کارکنان برن تو مجلس بشینن، نماینده شوراها. مثلا پالایشگاه 12 قسمت بود، باشگاه تهران 12 تا نماینده داشت، بعد خب از اینجا خود این نماینده یک نفر انتخاب بکنه ببرن تو مجلس، همینطور پرستارا، همینطور معلمین، هر منطقه یک نماینده خودش رو بفرسته تو مجلس. بعد این برای شروع حکومت شورایی این بهترین شکل بود که اگه میتونستیم انجام بدیم. متأسفانه آگاهی خوبی نداشتیم، نکردیم، بعد خب شکست خوردیم دیگه. در حال چون منم بعد شکست خوردم، چون 7 تا از خانواده منو کشتن دیگه، برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده. در حال بله رفیق علی، الان هم اینا رو صحبت کرده بودم قبل، گفتم اینا بخاطر که الان باید خیلی مواظب باشن و این بهترین شکلی که بین خودشون
تظاهرات کنن، جمع بشن، بعد آگه داشته باشن، بعد بکشونن به احتساب دیگه. بله. بله. رفیق علی، من شنیدم که خب کارگران نفت بعد از یعنی دوره انقلاب 57 نزدیک به 7 ماه 8 ماه مردم در خیابونا بودن، اعتراض کردن. بعد کارگران شرکت نفت یا کل طبقه کارگر به عنوان یک طبقه وارد میدان مبارزه شد با شعار خودش، با پرچم خودش. اما هنوز 2 ماه نگذشته از خیزشی که در ایران روی داده که وارد فاز انقلابی شده. اما خب کارگران نفت، شورای سازماندهی کارگران نفت و کارگران سایر صنایع کلیدی که در ایران هستند بیانیه دادن و اعلام حمایت کردن، حتی التیماتوم دادن. و نسبت اگه بخوایم یه مقایسه با سال 57 داشته باشیم، خیلی زودتر کارگران اقدام کردن. شما این رو در چی میبینید که کارگران، آیا سطح آگاهی کارگران، یا حالا شما این رو در چی میبینید که کارگران زودتر از سال 57، هرچند که خب شرایط فرق داره نمیشه با هم مقایسهشون کرد، اما خب کارگران تا اینجا هم اقدام کردن، اینطور نیست؟ بله بله بله، چرا یک گدی کارگرها کردن. منتها شکل کار به نوع کار و چیزه. مثلا پالایشگاه تهران، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه آبادان، پالایشگاهش هنوز هیچ کاری نکردن. فقط پالایشگاه تهران رو گفتم تازه شروع کرده بودن که اونم اینجور شد. بعد یکی از نکات خیلی مهمی که هستش، این همینطور که اسمشون گذاشتن کارمند، این کارمندا هستن که در تولید نقش دارن، بنابراین هم هنوز متاسفانه هنوز نیومدن میدون. بعد این بیشتر کارگرای پروژه‌ای و پیمانی هستن. بعد این آقا شرکت نفت تابع وزارت کار نیست. وزارت کار برای قسمت‌های دیگه است. وزارت نفت اسمش هم از وزارت نفت، بنابراین فقط قانون خودش داره و یعنی قانون کار خودش داره. بنابراین اما کارگرای پیمانی متاسفانه بعد از انقلاب تعداد کارگرای پیمانی اینا خیلی زیاد شده، یعنی همه جا رو گرفتن چیز کردن دیگه. چرا؟ چون 6 ماه براشون چیزی رو می‌نویسن، بعد اگر خوب بود بد بود حرکت اعتراضی که بکنن که هیچ واویلا، بعد اینا رو اخراج کنن یک عده دیگری میارن، اینا رو اخراج کنن بعد یک عده دیگری میارن. ولی حتی بخش از پالایشگاه تهران هم به سرمایه‌دارا دادن که باز اونها گرفتن یه دیل به عنوان کارگر پیمانی ازش استفاده میکنن. در حال جان کلام اینه که این کارگرایی که الان دارن این حرکات اعتراضی رو انجام میدن واقعا مبارزه قوی هستن، مبارزه درستی هستن، در حال به خاطر حق و حقوقشون رو زایمان کردن، به خاطر هر مسئله، چون واقعا حقوقشون خیلی پایمال میشه. در حال یک گدی هستن. متاسفانه کارکنان پالایشگاه اصفهان، تهران، آبادان، کارکنان پالایشگاه عرض میکنم. کلمه کارکنان که عرض کردم که برای چی میگم، برای اینکه ما به خاطر تبعیض بین کارگر کارمند از ما ببریم اسم همه رو گذاشتیم کارکنان. برای همین کمیته اعتصاب کارکنان، شورای کارکنان صنعت نفت. در حال این کارکنان متاسفانه هنوز چیز نشده. باید حتما از این کارگرای دیگری که دارن این همه دارن فعالیت میکنن، در زحمت میشن، بعد دارن اعتراض میکنن، باید حمایت بکنن از مردم، باید حمایت بکنن. عذر میخوام. خب شما سال 57 چیکار کردین که این کارکنان به اعتصاب پیوستن، ولی امروزه فقط کارگران پروژه پیمانی هستن، در حالی که این همه رده‌بندی و تقسیم بندی از کاردان، نمیدونم کارمند، کارگر متخصص، کارگر خدماتی، این همه تقسیم بندی وجود داره. شما چه کاری انجام دادید سال 57 که همه با هم یک دست شدین، یک صدا به خیابون اومدین، یک صدا چرخ تولید رو متوقف کردین که دوباره کارگران حالا بگیم پروژه و پیمانی این کار رو انجام بدن که مابقی کارگرها، کارمندا به اعتصاب بپیوندن؟ همون که قبلا عرض کردم که با اون چند نفری که با هم در تماس بودیم، بعد حتی کارگرای پیمانی هم در همین تهران خیلی اعتراض میکردن. بعد ولی ما اومدیم که کارکنان رسمی
اومدی دور هم چیز کردیم، گفتم که اینا رو بگیم بیا تو رستوران کارمندا، بعد کارمندا که هستن بعد سر زور شعار بدیم و بعد شعار پیوند بدیم که اختلاف طبقاتی ما وجود اتفاقا حالا بگذاریم حقوق ما زیاد فرق نمیکنه، ولی جان کلام اینه که ما این حرکت ها رو انجام دادیم، تشخیص داده بودیم که این چیزا باید از بین بره و حتی کارگر پیمانی موقعی که شورا داشتیم همه در چیز استخدام رسمی شدن، یعنی از کلمه پیمانی رو از بین بردیم. متأخر بعد از شورا دوباره به وجود اومد و 2 سال بیشتر دوباره به وجود اومد، تیکی تیکی شده، بدتر هم شده. تازه در حال جان کلام اینه که ما به خاطر که همینی که سالی که شما کنید اون موقع این چیزا بود، متأخر به خاطر که این از بین ببریم، متحد کنیم همه رو تو رستوران پالایشگاه جمع شدیم، بعد کلمه اعتقادی تو مسئله بره به این شکل بود. بعد هر جام که تظاهرات میکردیم و راه میرفتیم همه با هم میرفتیم، این اونور اینطوری نبود، همه با هم. گفتم حتی به این سادگی هم نبود، شاید بیشتر از 1 ماه 2 ماه طول کشید دور پالایشگاه دور بزنن، دور تهران دور بزنن تا خود کارکنان رو همه رو جمع بکنیم. اینطوری هم بود. بعد که اوباما بود شروع کرد اعتصاب کردن. در حال این به نظر من این الان فعالین پیشرو باید حواسشون باشه که برن یک طوری، حالا هر طور خودشون میدونن، ما که این کار کردیم، دور رستوران جمع بشیم همه رو جمع میکردیم، یه جوری این کارکنان رو با خودشون متحد بکنن، ترس رو ازشون از بین ببرن، چون معمولا رو عرض کردم همشون راضی هم ولی روی ترس جلو نمیان، چون در حال همشون وام میگیرن چیز میکنن، این که اگه اخراج بکنن دیگه واویلا میشه دیگه. اینه که بعد در صورتی که اینه باید آگاهی رو به همشون بدن که پیشروهایی که اونجا الان دارن فعالیت میکنن، بعد که اگه همه با هم متحد بشیم، اگه همه با همه کار کنن بیان، هیچ وقت شکست نمیخوریم، حتما موفق بشیم. سال 57 این کارو کردیم، موفق شدیم. بعد حالا بعداً چون آگاهی کافی نداشتیم شکست خوردیم ولی خب الان که آگاهی کافی هست ماشاءالله که همه میدونن و که دفعه بعد که حکومت عوض شد دیگه میدونه که چیکار باید بکنن، که همین که من یه بخشش عرض کردم. خب رفیق علی، شما گفتین که ما قبلا آگاهی نداشتیم و خمینی اومد، خمینی و دار دستش البته با پشتیبانی دول امپریالیستی و در رأسون آمریکا تونستن که انقلاب رو قبض کنن. الان کارگرها که آگاهی دارن، اما خب دوباره داره تاریخ تکرار میشه و میگن پشت پرده میخوان یه بدیل برای ایران بسازن و اینا. کارگرها باید چی کار کنن، مخصوصا کارگران صنعت‌های کلیدی از جمله شرکت نفت؟ دقیقاً درسته، چون البته این هم که نکته که شما الان فرمودین، ما اصلا خمینی رو نمیشناختیم که اصلا نمیدونم خمینی چیه. بعد اومدن بعد از چیز بود توی وسطای اعتصابینا بود که بازرگان اومده بود با ما صحبت کرده بود، هم نخواستی نشده بود بیایی نمیدونم نفتو تولیدش رو قطع نکنی چون برای زمستونه برای مردم مشکل پیش میاد، که عباس دانشور گفتی که ساکت ما چیزی که تا پیروز نشیم چیز قطع. بعد من دیدم خیلی داره تشنج میشه، دخالت کردم. بعد به بازرگان گفت آقای بازرگان ما نفت به اندازه کافی پسنداز داریم، هم اینجا هست هم پخش هست، به اندازه کافی پسنداز چند ماه پسندازه، اینه که داخل مشکل پیش نمیاد. ما صادرات رو قطع کردیم ولی برای داخل اگه کارم نمیکنه به خاطر اعتصاب، ولی برای داخل کار مردم و داخل و هیچ مشکلی پیش نمیاد. بعد در حال جان کلام بعد که الان بعدن بازرگان نخواست نظری شده و اینا بود. منتها تو همون قضایا از این رادیو و اون رادیو بی بی سی و اینطور چیزا یک مرتبه اسم خمینی رو شنیدیم و در حال این چیزا دست کسی اصلا بلد نیست. خب خمینی رو اول یزدی و قصاده که از تو آمریکا بودن اینا مأمور شده بودن که بیان
رو کالگونده کنن و از طریق رفتن این از چیز بردن نجف بود کجا بود بردن فرانسه و بعد اونجا کردن و بعد جالبتر که هم خود خمینی خود یزدی و غوث‌الدین رو از بین برد. البته علتش هم که چون بعداً رهبریت چیز افتاد دست بهشتی و رفسنجانی. بهشتی همه خط و خطوط مثلا به خمینی میگفت اینو بگو اونو میگفت، چون خمینی سواد نداشت. البته ما بعد شنیدیم هم موقعی که خمینی میخواد برگرده بره قم، نمیخواد بمونه. خب ما سخت نگرفتیم، هیچ هم نگفتیم که نمیشه، ولی خود خمینی هم گفت که من چیزمو میرم قم، ولی بهشتی نذاشت، بهشتی رفسنجانی نذاشتن. اینا گرفتن اینا آوردن دوباره و شروع کردن به این طور. مثلا الان هم همینه. ما واقعا باید خیلی دقت کرد، خیلی باید دقت کرد. من با تجربه که الان دارم باید این تجربه رو نداشتیم، باید تجربه که دارم باید خیلی دقت کرد که هم شروع قضیه رو با مصاب باشن که یک مرتبه یکی از این ور یکی از آسمون علم نکنن، بلکه رهبران هم بین خودشون هستی که اونجا دارن مبارزه میکنن، تلاش میکنن خودشون رهبری در دست بگیرن، خود شوراها رهبری در دست بگیرن. در حال جان کلام اینه که این اشتباه اون موقع بود، پیش اومده بود. واقعیتش امیدوارم که این دفعه با آگاهی، با آگاهانه حواسشون باشه که هر کسی علم نشه. یعنی کسانی باشه که واقعا منافع طبقه کارگری میخوان، منافع طبقه حقوق بگیران میخوان، حالا کار پرستار، معلم فلان. در حال اینا اصلا میتونن قدرت اول باشن. کسانی که اینا رو مطرح کردن اینا رو باید ازش حمایت کرد. بله رفیق علی، شما گفتید که در سال 57 شورا داشتید، 12 نماینده داشتید اگه اشتباه متوجه نشده باشم. خب و شما یک کمیته اعتصاب تشکیل داده بودید که شخص شما سخنگوی این کمیته بوده. در چه شرایطی این کمیته رو تشکیل دادید و آیا این شرایط موجوده در ایران امروز و میون کارگرای شرکت نفت که بتونن اونا هم یه کمیته اعتصاب تشکیل بدن و شورای خودشون رو تشکیل بدن و این نماینده شوراها به عنوان نماینده طبقه کارگر بتونه حالا هر چی در حکومت آینده یا اینکه حرف کارگرا رو، طبقه کارگر رو به کرسی بشونه تاثیر بذاره؟ در چه شرایطی این کمیته ها رو شما تشکیل دادین؟ خب شکل کار رو الان عرض میکنم، ولی در حال اگر موفق بشن حتما میتونن این کار بکنن. برای همین که دارم عرض میکنم تجربه گذشته دارم میگم که اشتباهی که ما داشتیم اونا رو نکنن، بعد کار درسترش رو برن که همین تشکیل شورا هست، نماینده شورا هست، برای مجلس تشکیل بدن، بعد قدرت نظامی رو از دستشون بگیرن. حالا بگذاریم جان کلام ما که شیوه کارمون هم عرض کردم که ما 18 نفر هم دیگه رو میشناختیم. یکی قسمت آب بخار بود، یکی مردم متاسفانه پیرپاتیلشون هم سنه اسمش بعضیشون یادم رفت. بعد مثل برهانی، حسین برهانی، بعد بساطینی، بعد در حال اینا به طور مخفی با هم دیگه صحبت میکردیم. الان هم وجود داره، من مطمئنم وجود داره. یه دیگه هستن که به طور پنهانی با هم دیگه صحبت بکنن که چه کنیم و چه نکنیم. بعد برای همینه که این نکات رو عرض میکنم که وارد رستوران بشن و این کارا رو بکنن، تظاهرات خیابانی بکنن. در حال ما شکل کار ما همین بود که به طور مخفی با هم دیگه تماس میگرفتیم، بعد تصمیمات رو با هم دیگه میگرفتیم، بعد یواش یواش این مخفی تماس گرفتن بیرون آوردیم توی چیز، چون پالایشگاه چیز داره، اتوبوس داره میبره میاره، بعد اونجا هم گپ و گفتگو زیاد میشه. در حال ما بعد تصمیم گرفتیم که تمام بحث و گفتگو رو توی رستوران آشپزخونه‌اش میرفتیم میشستیم، بعد که حتی خود کارکنان هم ما رو نبینن که وقتی داشتون شروع قضیه بود دیگه. بعد اونجا گپ و گفتگو می‌زدیم، تصمیم گرفتیم چیکار کنیم چه نکنیم، اینطور بکنیم اینطور بکنیم. ما این شکل کارمون بود که بعد که حرکت ها رو شروع کردیم، کمیته اسمش گذاشتیم، بعد
وقتی تحسن کردیم و بعد اعتصاب شد اسمش گذاشتیم کمیته اعتصاب. در حال شکل کار این بود، من قبلا من عرض کرده بودم. بعد سوال چی بود؟ میگم الان این شرایط در ایران مهیاست که کارگران یه بار دیگه کمیته رو تشکیل به بدن؟ نظر من هست، همیشه مهیاست. منتها الان مثلا یکی 2-3 نفر بودن که مثلا همین الان کارکنان خیلی جاها اطلاعی دادن و دارن حرکت میکنن، حرکت اعتراضی میکنن. یا بعضی موقع هستش که کارگران میدیدن که نه متحد نمیشن، مجبور میشدن به طور علنی بیان جلو و بعد دستگیر میشدن و میبردن. اینه که این وجود داره، یعنی یک تعدادی هستن، من مطمئنم هستن. بعد این تعداد باید به طور مخفی همدیگر رو پیدا کنن، گپ و گفتگو بکنن، بعد تصمیم گیری کنن که چه بکنن چه نکنن، که مطمئنا تصمیم گیریشون همینه که این حرکت الان هم میشه انجام داد، که تظاهرات انجام بدن. چون اینا نمیتونه یه مرتبه بیان چند نفر رو تو پالایشگاه بگیرن بکشن، نمیشه، عملی نیست. بعد اینه که بعد از اونجا میتونه تو خیابون ببرن. وقتی تو خیابون ببرن من مطمئنم تمام مردم میان تو خیابون. اگر پالایشگاه تهران، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه آبادان تظاهرات خودشون رو ببرن تو خیابون، من بهشون قول میدم تمام مردم میان تو خیابون، چون ناراضی همه هستن، خیلی یعنی 96%. فقط اون نوکرای خامنه‌ای هستن که مردم عادی همه ناراضی هستن. بنابراین اگر این کارو بکنن، دور هم جمع بشن، حتی مخفی تلفنی، حالا هر چیز هست، تلفنی یا موبایل تلفن هم که هست همه دارن دیگه، میتونه با هم دیگه تماس بگیرن. چون ما این کارو میکردیم، مثلا با آبادان تماس بگیر، با اصفهان حتی موقع اصفهان نبود، بعداً همون 57 بود اصفهان افتتاح شد. در حال ولی کارکنانش توی تهران بودن، داشتن دوره میدیدن، با هم آشنا بودیم و میشناختیم. در حال جان کلام اینه که به نظر من الان هم میشه همین کارو کرد، میتونم موفق هم بشن. بله. خب در 1-2 سال گذشته کارگران صنعت نفت، پتروشیمی، گاز اعتصاب‌های مختلفی رو داشتن، اعتصاب‌هایی که دستاوردهای خوبی هم برای کارگران داشته و این اعتصاب‌ها رو شورای سازماندهی کارگران نفت بوده که سازماندهی کرده. این شورا تا چه حد میتونه به حرفایی که پیشبرد، حرفایی که الان ما با هم زدیم در مورد پیشروی کارگران، هرچه سریعتر به میدون آمدن کارگران تاثیر داشته باشه؟ تاثیر که خیلی زیاد، حتی موفقیت آمیز میشه اگر این کارو بکنن. یعنی فقط این نباشه که خیلی خب ما داریم تظاهرات بکنیم، ما داریم اعتصاب میکنیم، باید سراسریش کنن. یعنی در این حالی که این کارو میکنن، بعد حتی به طور مخفیانه، حالا هر طور شده همیشه بشه پیدا کرد افراد به جای دیگه هم تماس بگیرن، به اونو بگم ما داریم اعتصاب میکنیم، به اونو بگم ما داریم اعتراض میکنیم، اینی که شما هم بیایید. این طور کارها رو باید انجام بدن که سراسریش کنن. سراسری کنن مطمئنا موفق بشن. یعنی حتما حکومت هم تصویر اسلامی هم شکست بخوره. فقط من معتقدم که به طور مخفیانه باید با هم دیگه تماس بگیرن، سراسریش کنن. فقط یک قسمتی خودش حرکت بکنه، بعد به این امید که خب دیگران هم میان. نه، شهرستان بزرگه، یکی این ور شهره، که اون ور شهره، که اون ور. یعنی که باید قبلا به طور مخفیانه تماس بگیرن با هم دیگه که ما میخوایم امروز اعتراض بکنیم با چند جا دیگه. بعد اینی که شما هم بیان تو خیابون، پالایشگاه تهران، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه آبادان، شما هم بیاین تو خیابون. من معتقدم که این کارهای مخفی رو باید انجام بدن بین خودشون، بین دیگران، به دیگر نقاط، تا به طور راحت پیروز بشن. بله رفیق علی گرامی، شما چه پیامی برای همکارانتون که شاید الان بسیاری از اونا تصویر شما رو میبینن و یا بچه های همکاراتون در صنعت نفت و یا دانشجوهایی که در طول سالهای گذشته بارها با صدای بلند در خیابونا فریاد زدن که فرزند کارگرانیم، کنارشون میمونیم، در این شرایط چه پیامی برای این عزیزان دارید؟ البته از این نمایندهایی که ما تشکیل داده بودیم 3-4 نفرشون فوت کردن. بعد چند نفرشون خب زنده هستن، امیدوارم که ببینن و بشنون و منم خوشحال میشم که چون ما تماس داشتم با پالایشگاه، با چیز، حتی کارکنان جدید
یعنی همون قدیمیام من معرفی کردم با جدیدا تماس بگیرم. متاسفانه همه رو قطع کردن. حتی تو فیسبوک یک نفر از پاراشگاه با ما تماس میگیره فوری قطع میکنن، یا حتی مثلا فیسبوک یا چیزی که بازنشستن ولی همه که با من تماس میگیرن فوری قطع میکنن. در حال پیام من اینه که عزیزان، حالا نکاتی یاد یه شعری افتادم با اجازه شما. ای رفیق مرا ببخش که هنجرم خونی است، زیرا خروس‌های قبیله مغلوبم را در آستان سرخ سحر سر بریدند و اینک من در خروسخان خون تبارم میخوانم. بله، من واقعا باید کارکنان عزیزان از مردم حمایت کنند، به خصوص اگر این انقلاب پیروز بشه شاهکار میشه در دنیا. چرا؟ چون زنها پرچمدار بودن. هیچ کشوری تا بار که انقلاب شد 100 بار همه جا انقلاب شد ولی پرچمدار جلو اصلی زنها نبودن، در کنار مردها بودن، ولی در ایران اولین بار در جهان، در تاریخ جهان که زنها پرچمدار اول هستند. این شاهکاره، اصلا افتخار میشه برای تمام مردم ایران، برای زن مرد همه. واقعا اگر بتونن که زنها رو حمایت کنن، چقدر شجاعانه مبارزه میکنن. گاهی وقتی نگاه میکنم دارم میترسم حقیقتش. یک مرتبه جلوی پاسدار کثافت میرم میشینم، در حال اینه که مهمترین قضیه که این دفعه وجود داره انقلابی هستش که زنها پرچم دارن و زنها جلو دارن و امیدوارم که همه بتونن از اینا حمایت بکنن تا یک جامعه بسیار پیشرفته خواهیم داشت. اون وقت باور کنید دنیا رو تکون میده که تا الان هم داد، ولی بیشتر و بیشتر تکون میده. اگر انقلاب پیروز بشه انقلاب زنان اسمش میذاریم و مطمئنا موفق بشن. من خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم از اینکه در برنامه امروز ما شرکت کردید. رفیق گرامی علی پیچگاه، فعال سرشناس کارگری، یکی از رهبران کارگران شرکت نفت و همچنین عضو و سخنگوی کمیته اعتصاب کارکنان نفت در سال 57. خیلی ازتون ممنونم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. من از شما متشکرم. فقط امیدوارم این انقلاب پیروز بشه که دنیا رو تکون میده با افتخاری که زنها به وجود آوردن. واقعا خیلی متشکرم. سپاسگزارم از حضورتون. بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان حلقه دیگر از برنامه زنده ویژه اعتصابات و اعتراضات در سراسر ایران رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم از تجربیات گرانبهای رفیق مبارزمون علی پیچگاه استفاده کرده باشین. خیلی ازتون ممنونم از همراهیتون. تا دیداری دوباره، شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. Yummy.
وقتی آهنگرم روز وقتی که دارم آفرین رسم ما همدل ناز کنارم نجات انسان ها روز وقتی که دارم آفرین رسم ما همدل ناز کنارم نجات انسان ها تنها ما توی یه جهانی اردوی بیشمار کار داریم حقوق جهانبانی نگه خونخواران خطار پر از تقصیرت مرگا پرورد ایمان و رحم